بعضی و یا اکثرا به این عقیده هستند که امروز در جامعه دختری خوب و یا کلینی خوب یا دامادی خوب پیدا نمیکنن. شما چی نظر دارید در این مورد؟ کسی که خودش خوب نیست دنیا را با چشم خوب نمیبیند و کسی خودش خوب است همه جا را خوب میبیند. خودت خوب باش تو خوب ببینی. برای این اگر ما چنین بگیم که دختری خوب یافت نمیشد برای کلین کردن یا پسر خوب یافت نمیشد برای داماد کردن، مطلق این بسیار کاری ناخوب است و حتی گناه است. چرا؟ چون که هیچ شری نیست که در اون خیری نباشد. برای این شر مطلق وجود ندارد، یعنی بدی مطلق وجود ندارد و نمیتونیم که نسبت دیم که اکنون تمام شده دیگر نیست. نگاه ها دیگر شدند، برداشت ها دیگر شدند. چون که در سوال سابقه بود نگاه به سایر معلومات دیگر بود، دیگر شد که مثلا کسی که معلومات دارد این نمیشد، کسی که کار میکند این نمیشد. این نگاه های ضعیف هستند. کسی کار میکند عفت و پاکدامنی دارد، میلیون ها کار کرده شدند، خلل در عائله وارد نمیشود. برای من اندیشه من نسبت به اینکه کلینی خوب یافته نمیشود و دامادی خوب یافته نمیشه اندیشه نادرست است. اندیشه چگونه درست کرده میشود؟ اول ببین که همین برای کی اختیار میکنی؟ برای پسرت؟ خب پسر تا آموز که چگونه تا امروز با چی نویل گردیده است، معلومات عالی دارد. اگر همسر گرفت نان آورده میتواند، اگر همسر گرفت به خانه تامین هست، آیا این قابلیت دارد، صلاحیت دارد، شایستگی دارد که همچون پدر زندگی کند؟ این سوالایی هستند که باید کلین جوینده باید بیاموزد، بعد از آن پرس کرد. و کسی که میگه ما کلین خوب یافته نمیتونم، معیار خوب ندارد. با کدام معیار تو کلین اختیار کردی که تو کلین خوب پیدا نکردی؟ با کدام معیار شما راه برآمدید و دامادی خوب اختیار کردید؟ چی معیار پیش گذاشتی؟ معیار دین و آیین مذهبداری است، معیار اخلاق و فضیلت است، معیار مثلا شرافت و حسب و نسبداری است، پدر و مادرداری است، یا حسن جمال است، یا اقتصاد اجتماعی و فرهنگ است. کدام معیار پیش چشمت گذاشتی و بعد این داماد قبول میکنی یا رد میکنی؟ یا کدام معیار خودت اختیار کردی و مثلا به جای خواستگاری میری؟ پس این گفتم یعنی معیارهای مخصوصی است که اصلی و فرعی هستند. در این انتخاب نمیشه قسم معیار گرفته قسمش ترک کرده شود. این است نگاه مردم، نگاه کسی که بگه که ما خوب پیدا نمیکنیم، پس این در اختیار معیارها نادرست فهمیده است یا معیارها رو خوب نمیداند. درست است. در همین زمینه یک کجای خوانده بودم، پسری از مادرش میپرسد که برایم یک کلینی خوب پیدا کنید. مادرم بسیار جوابی خوب میگردوند، میگه پیش از اون که برای کلینی خوب پیدا کنیم بالای خوب بدن خود اندیشه کن. بله. که خودت چگونه هستی.